الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز ما یک پاور کامپیوتری آل ان ون را باز کردیم. گرچه این دوستا از جای دور روان کردن. این پاور سوخته، بعد سر زیاد شده سوخته. این پاور را ببینید دوستا، به این شکل قواره داره و به این شکله مکمل کمپرس است. این قسمت پاور کیبلش میه و اینجا مکمل هم کیبلی است که در بورد برق میده. این سوخته. اکثرا دوستایی که میخوان این پاور رو ترمیم بکنن، در قدم اول شما دوستا باید این تماما این پرداجاتی که این قسمت بورد است، شما دانه دانه اینا رو باید بشناسین که چی است و خاصیتاشون چی است و اینا رو هر کدام رو در مولتی میتر وقتی که چک میکنیم چی رقم باید چک کنیم. او طریقه از مکمل هر کدام پرزه که از خاصیتای جداگانه داره و در میگر طریقه چکش فرق میکنه. پاور را که من فعلا دارم، از اول پاور را وقتی که ترمیم میکنین از لحاظ شکل ظاهری یک بار مکمل تو کل پاور را ببینین دوستا. ببین یعنی من میل سایل دارم. این کپیسور پولار است. کپیسور پولار را خوب متوجه باشین دوستا، در این قسمت پنش از جایش کفیده. ببینین این پنش است. پنش از جایش کفیده. این به این معنا نیست که مثلا ما دیریکیت بگوییم که والا این کپیسور پولار مشکل داره. نه خیر. ما باید منطقی فکر کنیم و علمی را چک کنیم. چه قسم چک میکنیم یک پاور که شارت هست یا نه؟ از دو نقطه اساس عمده عمومی که یک پاور چک میشه اون ما براتون از طریق مولتی میتر میگم. دقیق کنین دوستا. رنج مولتی میتر انالوگتون در قسمت 1 کیلو هم میمونه. 1 2 تسپراپس یا پوینت مثبت و منفی زیر در نظر میگیرین. در این قسمت پاور دار میتیم. ببینیم این قسمت پنای کندنسر است. اول این خودش سوخته، این ما خودمون میبینیم، اما از طریق جک باید چک کنیم از خود تخت که خود تخت شارتی داره یا خیر. خب اگر در مولتی میتر وقتی که رقم ما چک میکنیم مولتی میتر ما آخر میره، پس به این معنی چی است؟ شارت است. ما شارت چی رقم چک میکنیم؟ هر دو به نظر به این رقم چک میکنیم. ببینیم آخر میره شارت است. دیگه ببینیم آخر میره شارت است. ما اما جای کندنسر براتون چک کردیم دوستا. این اکثرا به نام کندنسر میگن، کپیسور میگن یا خازن برش میگن که داره قطب مثبت و منفی است. قطب منفیش ببینیم یک علامه داره، خط سفید داره و این طرف چی است؟ مثبت است. ما فعلا چک کردم آخر رفت. چی معنا؟ شارت است. اما اگر متوجه شدید پن از خود کندنسر هم قطع است. چی شارت است؟ خود بورد شارت است. به این معنی است که خود کپیسور شارت هست اما خود بورد هم شارت است. حالا مرحله دوم چی است؟ مرحله دوم به این معنی است که در خود بورد چیزی با چی است؟ شارتی وجود داره. شما اول خود کندنسر از جایش یک پنش قطع میکنین، میگر میکنین که خوشبختانه ایلاین از قطع است. من میگر کردم، فعلا در میگر برای من میگه که بورد چی است؟ شارت است. در بورد دوستا گفتیم دو طریقه عمومی داره که ما او را میتونیم چک بکنیم. یکی از طریق کندنسر که فعلا چک کردیم شارت نشان داد و طریقه دوم ما یک چیزی داریم در خود مین بوردا به نام بریج میگن یا 4 دیوتا میگن که اینی کلانش هست. این را خوب ببینین دوستا، این داره قطب مثبت و منفی داره. داره قطب منفی و مثبت. این چه قسم چک میشه؟ چک از این به این رقم است که مثلا قطب منفی را از میگره در منفی میمونین، توسط قطب مثبت میگرتان دانه دانه چک میکنین. ببینین تا آخر میره پس میره، تا آخر میره پس. اما چی است؟ شارت است. خب دوستا این برنامه چی یاد میکنن؟ 4 دیوتا. گفتیم داره دو قطب است، یک قطب منفی، دوم قطب مثبت. قطب منفی را منفی مولتی میتر تونه، منفی مولتی میتر تونه در کجا قرار میتین؟ در پن منفی قرار میتین. توسط مثبت ترابل شوتینگ میکنین. 3 دانه پن دیگه باقی مونده. یکی ببینین در خود مولتی میتر نباید آخر بره. در این قسمت 5 یا در وسط میگر باید استفاده شود. کجا میره؟ آخر. چی است؟ شارت است. چی میکنه؟ آخر. چی است؟ شارت است. این چی میکنه؟ دی وسط استاد میشه. اگر ما بفهمیم که این جور است، ارسی پن باید دی وسط استاد میشه. 2 و اگر امیر چپا بست بگیریم، قطب مثبت نه منفی بگیریم و توسط منفی چک بکنیم دیگه پناره. توسط منفی دیگه پناره چک بکنیم. نباید کار بکنه. اگر کار کرد شارت است. خب متوجه. کار میکنه؟ نه. کار میکنه؟ نه. کار میکنه؟ نه. اما از طریق عمومی وقتی که چک کردیم چی بود؟ شارت بود. این بود دوستا طریقه چک کردن 4 دیوتا یا به نام بریج میگن. اما در خود مین بورد میم این خو از خود از این نبود.
در خود مین بورد که میاد اول همین 4 دویتر رو پیدا بکنه. دوستا کسی که مسلکی و تکنیکی باشه 4 دویتر رو میتونه پیدا بکنه. این به شکل مایکرو هم میاد و به شکل کلان هم میاد. دین قسمت بورد متوجه شوین 1 2 3 4 دونه پن داره. 4 دونه پن. هر 4 پن از طریق پشت بورد دیگه پیدا میکنیم. اینا 1 2 3 4. اینمی عملیه را که دینی براتون نشان دادم دینی شما میتونین چک کنین. خب منفی فرق نمیکنه چون تو طریقی میگر از اون خالیات گرفتی مشکل نیست. در داخل من بورد چکش کو سکو منفی چک میکنیم کجا میره آخر کجا میره آخر نتیجه چی شد شارت. خب برعکس میکنیم در برعکس هم چکش میکنیم. در قسمت برعکس متوجه شوین کجا میره آخر دوستا نتیجه گیری. فعلا این من بورد ما این 4 دویتش هم چی است شارت است با وجودی که کپیسور پولار باید تبدیل شود. کپیسور پولار دوستای عزیز دارای دو قطب مثبت منفی می باشد که منفیش توسط این علامه اشاره داده شده و مثبتش که است علامه ای نداره. در خود من بورد هم دارای علامه مثبت و منفی می باشد. اکثرا علامه مثبت و منفی اینجا هم نوشته نمی باشد. انجینر مسلکی تو باید از قسمت علامه خود من بورد که با علامه سفید نشان داده شده بفهمی که منفی است و این طرف چی است